بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سپس برادران اهل اسلام، این رساله که ما در دست داریم به نام الاصول الثلاثه، سه اصل، یعنی سه اصل اسلام. مراد از این سه اصل که کتاب را با همین نامگذاری کرده شده است، یعنی شناختن الله است و شناختن دین اسلام است و شناختن پیغمبر محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است. این سه اصل همان سوال های می باشند که اختصاراً گویم ما و شما را در قبر می پرسند پروردگار تو کیست و دینی تو چیست و پیغمبری تو کیست. بنابراین برادران اهل اسلام، واجب است اینها را هر یک فردی مسلمان، خواه مرد باشد و خواه زن باشد، خواه خرد باشد، خواه کلان باشد، خواه بای باشد، خواه کمبغل باشد، باید که در مد اول اینا آموزد. مؤلف این کتاب، یعنی سه اصل مؤلف است، شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی رحمه الله تعالی می باشد که در سال 1115 تولد شده است و در سال 1206 هجری وفات کرده است در سن 90 یا که 91 سالگی. الله رحمتش کند. شیخ الاسلام چنین کتاب را آغاز می کند: بسم الله الرحمن الرحیم الاصول الثلاثه، سه اصل. من اینها را کلمه هاش یک تا می گویم، هم در برابر آموختن عقیده لغت هم از یاد می کنید. اعلم، بدان، رحمک الله، الله تو را در زیر رحمت خویش قرار دهد، انه کی یجب علینا، واجب است بر ما، تعلم، آموختنی، اربعی مسائل، چهار مسئله. شیخ الاسلام این رساله را چنین آغاز می کند، می فرماید که بدان الله تو را رحمت کند. دیدید این اسلوبی خوبه. معلم باید که معلم اسلام چنین باشد، وقتی که درس می دهد، پیش از آن که درس خود را آغاز دهد یا که آغاز کند، با لطف و مهربانی رفتار می کند نسبت طلبه، تا اینکه برای طلبه یک ذوق و هوس پیدا شود. و بهترین دعا را برای دانشجوی یا که برای شاگرد می کند، می گوید که الله تو را در زیر رحمتش قرار داده باشد. انه یجب علینا، به ما واجب است، یعنی بدان الله تو را در زیر رحمت خویش قرار داده باشد که و به ما واجب است آموختن اربع مسائل، چهار مسئله، یعنی که چهار سواله، چهار مسئله را باید که ما آموزیم که آموختن اینها به هر فرد مسلمان و مسلمه واجب است. بنابراین در مد اول انسان باید که اول توحید آموزد، این توحید است، و باید که از شرک انسان در احتیاط و در حذر باشد. اکنون از این چهار مسئله که شیخ می فرماید واجب است آموختن اینها، یکمش چی بود است؟ الاولی العلم، یکم باید که علم بود است. یکم باید که ما و شما علم گیریم. اکنون مراد از علم چیست؟ علم گفته علم دنیاوی را میگویند و علم دینی را میگویند. البته علم دینی را در نظر دارد، زیرا که خدا شیخ در تفسیر علم چنین میفرماید: و هو معرفت الله و معرفت نبیه و معرفت دین الاسلام بالادله. اکنون همون مراد از علم چی بود است؟ شناختن الله است و شناختن پیغمبر اوست محمد صلی الله علیه و سلم و شناختن دین اسلام است. فهمیدید مراد از علم چی بود است؟ مقصد از آموختن ما و شما
همین سه چیز شناختن بود است، یا که سه مسئله رو دانستن. یکم الله را شناختن، دویم پیغمبرش شناختن و سوم دین اسلام شناختن. در دوامش میفرماید که بالادله، یعنی با دلیل ها. از این برمی آید که نه کورکورانه مسلمانی ها من مسلمانم. خب برای چی نماز میخونی؟ خلق نماز خونده است منم باید خوانم. برای چی روزه میداری؟ مردم روزه گرفته منم میدارم. این یعنی که تقلید کاری میگن. در دین برادران اهل اسلام تقلید یعنی از پس یک کس کورکورانه رفتن حرام هسته. فهمیده؟ بنابراین تا به هر یک کارهای بیهوده مشغول شدن به مانند حزبگرایی در اسلام و در بین مسلمان ها فرقه گروه و حزب تشکیل کردن، تا به این کارهای احمقی و بی‌معنی مشغول شدن، باید که ما و شما علم گیریم. و مراد از علم چیست؟ شناختن الله است و شناختن پیغمبری او و شناختن دین اسلام است با دلیل ها. بنابراین اکثر حزبی ها بی سوادن، جاهلن. وقتی که ما و شما علم گرفتیم، بارک الله فیکم، شیخ میفرماید که الثانیه العمل به، یعنی دویم مسئله از 4 مسئله که واجب بود آموختن اونها، العمل به، با همون علم گرفتتان عمل کردن. با همون علم چیکار کردن؟ عمل کردن است. اول علم است و بعد عمل است. برادران اهل اسلام، کسی که علما میفرمایند کسی علم دارد و عمل ندارد، در وی صفت یهودیت است. یهودی ها نیز علم دارند، علم داشتن، ولی ایمان به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه آوردن، ایمان نه آوردن و اسلام قبول نکردن. اینا همش در اساس علمی بی عمل، در اساس این علم داشتن و عمل نکردن. اکنون بارک الله فیکم کسی که عمل دارد و علم ندارد، در وی گفتن خصلتی یا که گویم صفتی نصرانی ها هست. نصرانی ها عبادت میکنن، طاعت میکنن به فکر خودشان، به خیال خودشان، لیکن این طاعت و عبادتشان در اساس یگان علم نمی باشد. بنابراین مسلمان باید که اول علم داشتنش در کار است و دویم عمل بکند. الثالثه الدعوه الیه، سیوم مسئله از 4 مسئله چی بود است؟ به همون علم، به همون علمی که شما آموختید و طبق آن عمل کردید دعوت کردن است. دعوت باید که در اساس علم باشه. برادران اهل اسلام، اول باید که خودتان آموزید، اول باید که خودتان عمل کنید، بعد از آن حقی آن دارید که شما دیگرها را دعوت بکنید. 4م، وقتی که شما علم آموختید و عمل کردید و دعوت را آغاز کردید، برادران اهل اسلام، مردم نه همه اونها میخواهد حقیقت فهمیدن. فهمیدید؟ نه همه مردم میخواهد چیکار کند؟ حقیقت را فهمد. وقتی که شما حقیقت برایش پیشنهاد کردید، دعوت کردید که توحید آموزید، شرک نکنید، خب و دیگر امر معروف و نهی منکر کردید، مردم بعضا بسیاری مردم که ناراحت شده شما را یکون اذیت رساندنش ممکن است، یا که مثال با زبان شما را حقارت و تحقیر میکنن، یا که مثال گیرم از پس شما غیبت میکنن، هر خیل نامگذاری میکنن. باید که شما برادران اهل اسلام به خاطر پیش بردن این دعوت اسلام دارای چی باشید؟ صبر باشه. بنابراین شیخ میفرماید که الرابعه الصبر علی الاذى فیه، 4م مسئله در تمام اذیت و آزاری که در این راه روی میدهد باید که صبر کرده شود. باید که چی؟ صبر کرده شود. اکنون برادران اهل اسلام، چخیلی که شیخ در اولی این رساله گفت که ما باید که با دلیل گپ زنیم، بالادله، به دلیل نباشد. یک کس پرسد که همین 4 مسئله که شما گفتید آموختن اینها چه دانستن اینها واجب است، یکم علم بود است و دویم عمل کردن و سوم دعوت کردن و 4م صبر کردن، دلیل از چیست؟ شیخ میفرماید که و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی می شود. چخیلی که میفرماید الله تعالی در قرآن در سوره عصر بسم الله الرحمن الرحیم، به نامهای الله رحمان و رحیم آغاز میکنم. والعصر، قسم به عصر. عصر
احتمال آن دارد که همین وقتی نماز عصر میگویم، قسم به نماز عصر، یا که گویم قسم به یک عصر، یک 100 ساله. ان الانسان لفی خسر، هر جا که قسم آمد بعد او جواب قسم می آید. جواب قسم ان الانسان لفی خسر می باشد. هر آینه تمام انسان ها در زیانند. تمام کسانی که انسان هستند و اینها در زیان می باشند، یعنی عکس فایده. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اکنون الله سبحانه و تعالی استثناء میکند، اسکولیچر استثناء میکند همون کسانی که زیان نمیکنند. چنین کسایی میباشند که در اونها یعنی که 4 خصلت یا 4 صفت میباشد که در بالا ذکر اونها را گذاشتیم. الا الذين آمنوا، بجز کسانی که ایمان آوردند، یعنی ایمان باوری به علم نمیشود، یک چیز علمش میداند، می آموزد، بعد باور میکنه. و عمل الصالحات، و کارهای شایسته میکنن، یعنی بعد از ایمان عمل است به همون علمی آموختتون. و تواصوا بالحق، یک دیگر را به حق سفارش میدین، یعنی حق میگوین. یعنی چی میگوین؟ دعوت میگوین. و تواصوا بالصبر، و یک دیگر را به صبر چیکار میکنن؟ سفارش میدهند، یعنی که در برابر این علم و این عمل و این دعوت صبر را چیکار میکنن؟ پیشه خود میکنن. این بود سوره عصر آیت 1 تا 3. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. امام شافعی الله رحمتش کند، مراد از امام شافعی نامش هو محمد بن ادریس بن العباس ابن عثمان ابو عبدالله القرشی المطلبی میباشد. امام شافعی الله رحمتش کند چنین گفته است: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. اگر الله تعالی یگان حجت را بالای خلق خود، یعنی بالای مخلوقات، بالای مردم نازل نمی کرد بجز این سوره، یک همین سوره عصر نازل میکرد، لکفتهم، البته برایشان کفایت میکرد. زیرا این سوره نظر به مختصر و کوتاه بودنش نکرده، چنان 4 مسئله را دارد که خوشبختی انسان در این دنیا آخرت از همین 4 مسئله وابستگی دارد. یعنی خوشبخت آن کسی هست که، سعادتمند آن کسی است که و علم دارد و عمل میکند و دعوت میکند و در راه الله صبر میکند. زیرا صبر کردن برادران اهل اسلام این وظیفه تمام داعی می باشد. تا ما و شما صبر نکنیم دعوت حق را به پیش برده نمی توانیم. بنابراین امام شافعی همچون مثال می آورد، میگه که واقعا این سوره چنان سوره بزرگی هست که برای کسان عقل و خرد و فراست داشتگی کسا این سوره کفایت میکرد. ولی در برابر این سوره با 113 سوره دیگه هست، باز میبینید که مسلمان ها جاهل و بی سواد و بی عقل و بی فراست و با یعنی که بدعتچی و دیگه کار با مشغول هستن. برای چی؟ برای خاطر آن که از 114 سوره قرآن یگان تشه تازه و درست نمیدانند. قال البخاری رحمه الله تعالی، امام بخاری الله رحمتش کند چنین میگوید. امام بخاری نامش ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردزبه البخاری می باشد. چنین می فرماید در کتاب جامع الصحیح خود: باب العلم قبل القول والعمل. یعنی یک موضوع میگذاره، یک باب در مسئله چی بوده است؟ موضوع بابش از چنین عبارت بوده است که العلم قبل القول والعمل، یعنی علم پیش از گفتن و پیش از عمل کردن. پیش از اون که یک چیز گویی، پیش از اون که یگان چیز عمل کنی، باید که تو نسبتی همون چیزی میگفتگی و نسبتی همون چیزی که عمل میکنی باید علم داشته باشی. برای همین برادران اهل اسلام شخصی جاهل مثل حزبی ها یک توپ است برای شیطان.
کدام طرف یک خواهد او را زدن میگیرد. فهمیده؟ نه. و دلیل قوله تعالی، امام بخاری دلیل از قرآن می آورد، می فرماید که الله تعالی در قرآن در سوره محمد در آیت 19 چنین می فرماید: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک، بدان که یگان معبودی بر حق نیست، لا اله الا الله، یگان معبودی بر حق نیست جز الله، واستغفر لذنبک، و برای گناهانت آمرزش بپرس. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اگر شما این آیت نگاه کنید، الله سبحانه و تعالی آیت را پیش از سخن، پیش از گفتن لا اله الا الله و استغفر لذنبک و برای گناهانت آمرزش بپرس، این عمل است. و پیش از عمل چی آغاز کرده است؟ با چی آغاز کرده است؟ بالعلم، با علم. این دلالت میکند که علم از گفتن و از عمل کردن یعنی که مقدم می باشد. باید که انسان اول علم گیرد، بعد از آن یگان چیز گوید، بعد از آن چیکار کند؟ عمل کند. برای خاطر می برادران اهل اسلام، شخص جاهل از همه چیز زیبا برایش چی است؟ سکوت کردن است. اما متاسفانه مردم ما و شما طاقت سکوت کردن که ندارد، بی سواد هست. بعد در مقابل یگان طالب علم و یگان یعنی که اهل علم چیکار میکند؟ حرف میزند، گم میزند، در نتیجه در بین خلق شرمنده و شرمسار میشود، بی سوادی جاهلش یعنی که معلوم میشود. الله حق سبحانه و تعالی از تمام یعنی که این خصلت های بیزه ما و شما را نگه داشته باشد، بالخصوص از جهل و جهالت ما و شما را نگه داشته باشد. از الله حق سبحانه و تعالی مسئلت دارم که ما و شما را صاحب علم گرداند که مراد از علم شناختن الله و شناختن یعنی که دین اسلام و شناختن پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. و الله سبحانه و تعالی برای هر کدام ما و شما یعنی که انصاف و توفیق داده باشد که طبق همین علم باید که عمل بکنیم و به همین علم دیگرها را یعنی که دعوت بکنیم و برای ما و شما نصیب گرداند که دارای صبر باشیم که در راه الله سبحانه و تعالی ما و شما چیکار کنیم؟ صبر کنیم. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.